چیزی که بسیار مهم هست اپلیکیشن تایملاین هست یا اما تقسیم اوقات زمانی است که در کدام زمان شما کدام کار را انجام بدین به خاطر از اینکه موفق شوین امی بورسیه را از آن خود بسازین. تا 1 اگست هر سال ببینین یک چیز بسیار مهم هست، این بورسیه همه ساله جریان داره. این سال 2020 هم بود، 21 هم بود، 22 هم است، همه تا جریان داره. معلوم هم نیست که تا چی وقت خواد باشه. همه ساله تا 1 اگست شما اسناد و مدارکتان را بر ما روان میکنین، ما او را چک میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم که در او کدام خلای وجود نداشته باشه، در او مشکلات وجود نداشته باشه، اصلاحات میکنیم. درست؟ ای تا 1 اگست میشه. همه ساله 30 اگست، درست؟ همه ساله 30 اگست آخرین تاریخی است که بورسیه داد شما به صورت آنلاین در پورتال خود درخواستی یا اپلیکیشن قبول میکنه. یعنی آخرین روزی که شما میتونید درخواستی به بورسیه داد روان بکنین امی 31 اگست هست. بحث دیگه ای که چی وقت پروسه انتخاب برنده ها، کسایی که بورسیه را از دست از آن خود کرده و کسایی که را از دست داده، او چی وقت صورت میگیره؟ او در جنوری سال بعد، یعنی اگر امسال که فعلا اگست تمام شده ما میتونستیم به این بورسیه اپلای بکنیم، در جنوری سال 2025 این مرحله انتخاب صورت میگرفت. خب در ماهای اپریل، جون، جولای، در این ماها برای هر کسی که این بورسیه را از آن خود کرده باشه ایمیل میآید و برشان تبریکی داده میشه که شما این بورسیه را از آن خود کردین و آخرین مرحله از این تقسیم اوقات حدود ماهای اکتبر می باشه که شما ویزی خود را دریافت میکنین و بخیر راهی سفر تحصیلیتان به کشور بسیار خوب آلمان می باشین.